صبر که کردی الله میگه مبشر الصابرین. بچهت بندی شد به خاطر دین الله صبر بکن. شوهرت بندی شد به خاطر دین الله صبر بکن. توجه شده؟ از الله مدد بخواه. این بسیار درجه داره. یک درجه داره. الله در قرآن میگه و بشر الصابرین، بشارت بده به جنت صابران. الذين اذا اصابتهم مصیبت، هر مصیبتی که رسید قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حتی برق که میره یک مصیبت انا لله و انا الیه راجعون. یک خار در پایت خالید انا لله و انا الیه راجعون. یک نفر یک سلی بند کرده زدت انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت آمد نه؟ آخ این در هر مصیبت هم اینطور است. بناق اگر گناه کردی خب بگو استغفر الله. گناه کردی بیخ گوشت برانگیز کرد بگو استغفر الله. میشه که در گناه میازم.